خب اگه یک گرده باشه من یک گرده خدا برات بتونم چی میکنی؟ مثلا یک گرده تردوش خراب شده نه باز من میگم برو من دیوال دستم خیر یک گرده خدا من برات بگیرم. بسیار تشکری میکنم از نه میگم باز 5 مرتبه بر من صبح پیشین سطلای و پرکو بیار از خانه اون داغل کو میاری. نه خیر است. گرده نداری میمیری. نداشته باشم استاد دیگه این کار بیشی ناممکن است دیگه. نه حالا مثلا گرده طرف نه هیچ گرده نداره دکتر برات میگه که اگه گرده تی یک هفته عملیات نکنی میمیری. آره بمیری خوب است یا گرده داشته باشی؟ گرده داشته باشم. خب من یک گرده خدا برات دادم. میتونم بگم گرده مثلا 40 لک قیمت داره 40 لک دلار است یک گرده من. همین برات من میتونم سایز نه منتها باز روزانه برای من خوب صبحم کار کو چاشتم کار کو. بیشی درست است. میکنی؟ بیشی است. خب برای من از خاطر یک گرده هم صبح تا شام کار میکنی؟ بیشی است. الله که 2 تا گرده مفت دادید. باید دیگه عبادت چه کنیم استاد دیگه. ببینید یعنی آدم وقتی که امی گپا را سر از فکر بکنه نه تو بیا مثلا قلبت هیچ کار نمیکرد روزانه مثلا به خون ضرورت داری 1000 سی سی خون باید برات چیز شونه 1000 سی سی خون چند خود باشه در بازار اساس قیمتش خیلی بالا شاید $50,000 شه. اینا مثلا اگر این خون تو هر ماه باید تبدیل کنی هر ماه تبدیل کنی ماهانه مثلا باید 20,000 10,000 حداقل مثلا فکر کن ما $1,000 باید خون تبدیل بشه به خون نو می‌داشتی نه و تو پیسه هم نمی‌داشتی واسه تو می‌کنی طبیعتاً که میمرد انسان. خب من پیسه رو باید بتونم $1,000 بدم باز من صبح تا شام دیگه تو در خدمت ما باش مزدوری می‌کنی طبیعتاً که به خاطر اینکه منافع برآورده شم من باید مزدوری تو نه خاصی که بموری مزدور باشی خوب از باز شاخ باز خانت میری های خب ها میکنی مزدوری من واقعا می فقط از خاطر خونت نه از خاطر کاری که الله برات مفت خونه داده باید شکرگزار و عبادت همیشه این نعمتای الله هست هر قسمت تو بیاین حالا باشه از مثلا این تنفس کردن نمیتونی یعنی تنفس مصنوعی کار داری در یک شبانه روز مثلا $200 تو اکسیژن ضرورت داری نه یک انسان در یک شبانه روز 200 کیلوگرم اکسیژن ضرورت داره اگر باید تو 200 کیلوگرم اکسیژن خود تنفس نمیکنی یه باید میخریدی نه روز $200 میتونی بخری اکسیژن نه نمیشه برای من پیسه دارم من بعد می اکسیژن $200 میدادم تا اکسیژن مفت باز چی میکنی مزدوری میکنی مجبور هستیم باید مزدوری کنیم یعنی دیگه تو خوب تو بیل میزدی و گواه کلبه‌ای برات میگرفتم من خدا اگه نه باز اکسیژن قید خلاص دیگه از بین میرسی و نال باز ما که برات $200 اکسیژن میدادم چی میکردی خدمت تا نمیکردم دیگه صبح تا شام بله حالی که الله برات اکسیژن مفت میده هر جایی که میری اکسیژن پر است ما شکرگزار باشیم دیگه کردی شدم بس شکر خواهیش میگم اقساموز گفتی یا الله شکر که برای من اکسیژن دادی گفتی که من چرا نیست خیلی گفتی چه وقت گفتی همیشه دعا نماز بخونیم دعا یادت است یادت است امروز گفتم باشی شما باش کنید سعی کنید مثلا دو چشمه در یک حادثه یعنی در حادثه ترافیکی دو چشمت از بین میرفت بله چشم نمیداشتی کور هستیم دیگه نابینا میشی دیگه میرفتی دیگه یه چند تا درسم صحیح خواندن نمیتونستی اون نابینایی که سابقا از وقت خردسالگی قرآن حفظ میکنه آدم در پیری نابینا شد در جوانی و تا 20 سالگی خب نابینا میشی میرفتی مثلا یک شفاخانه برات میگفت که ما 20,000 یورو بده من تا چشم نو برات عملیات میکنم 20,000 یورو از کجا میگیری پیدا کردن نمیتونی غریب باشیم پیدا کردن نمیتونی من تو میگشتی دیگه به چشم مجبور دیگه باز اگه من برات 20,000 یورو را میدادم برات میگفتم برات میدم منتها تو باید چی کنی در خدمت ما باشی برای در این صورت هم خوش میشیم و بعض وقتها حتی در مجلس های بزرگ شما را یاد میکنیم و شبها اگر از خواب بیدار شیم باز خوشحال میشیم که فلان شخص به ما چشمه توفه و یا کار میکردیم صبح بله کار هم میکردیم هر کاری که میگفت میکردیم الله قال بر دو چشم دادم تو مفت و شکرگزاری او را باید ما و تمام جوانا و تمام مسلمان داشته باشیم یعنی ببینید که یعنی یک ساعت آدم درباره اعضای بدن فکر میکنه شما حداقل بشینین یک سوال بکنین از وجودتون مثلا یک روز بگو خب چشما دارم زد چشما اگر نمی داشتم گمان نیک چه وقت بر انسان پیدا میشه حداقل اگر انسان
یک 5 دقیقه درباره چی فکر کنه؟ درباره وجود خود فکر بکنه. شما اگر درباره وجودتان فکر بکنید و ببینید که الله متعال بر تو چقدر نعمت ها را داده، چقدر نعمت